صبح یک شنبه شما بخیر. پسری بود که اخلاق تندی داشت و زود از کوره در میرفت و عصبانی میشد و با کوچکترین مسئله‌ای دادش در میومد و به دیگران بد و بیرا میگفت. یه روز باباش بهش میگه که هر بار که عصبانی بشه و به دیگران توهین بکنه به تیر چوبی نرده حیات یه میخ میزنه و هر بارم که جلوی خودشو بگیره و با حرفاش باعث شادی و آرامی افراد بشه یه میخ ازش میکنه. پسر به رفتار بدش ادامه میده، به داد و بیداداش ادامه میده، به توهینهاش ادامه میده و پدر هر دفعه میخی رو به تیر میزنه. یه روزی پسره از کنار تیر چوبی رد میشد که چشش به اون انبوه میخا میفته. از دیدن این منظره دلش میشکنه. اون تیر چوبی، اونم اونقدر میخ، شخصیتی رو که این پسر داشت در مقابل چشش میذاره. در اون شکستگیش تصمیم میگیره که دست از این رفتار برداره، یاد بگیره که جلوی خشمشو بگیره، یاد بگیره که زبان تلخشو جایگزین کنه با زبون شیرین. دیگه به جای توهین به مردم محبت کنه و این کارم میکنه و هر بار پدرش میخی رو از تیر چوبی میکنه تا بالاخره تیر چوبی از میخا خالی میشه. پدرش واقعا به پسرش افتخار میکرد. با غرور به پسرش میگه پسرم نگاه کن، دیگه میخی روی تیر نمونده. پسر در حالی که با تأسف به تیر نگاه میکرد به باباش میگه بله بابا، دیگه میخی رو تیر نیستش، ولی جای سوراخ میخا رو نگاه کن. اون تیر چوبی دیگه هیچ وقت مثل اولش نمیشه. عزیزانم، وقتی که در عصبانیت حرفی میزنیم درست مثل اون میخا زخمی در دل دیگران ایجاد میکنه که شاید بتونیم از اونها عذرخواهی بکنیم اما اثر زخم باقی میمونه. در شاگردی مسیح عزیزانم لازم داریم که این زخمهایی رو که بر دل داریم و سوراخهایی که باقی مونده هنوز براش شفا بیاریم، وگرنه هرگز نمیتونیم شخصیت مسیح رو به درستی در خودمون پرورش بدیم. در دیسیپلین فیض این زخمها رو مشخص بکنید و شفای الهی رو در پری روح القدس براش بریزید. بدونید که در پری روح کلمات دهان شما قدرت داره. به دیسیپلین فیض ادامه